ببینید تو قرن 15 تبریز فقط یه بازار نبود، محل تلاقی فرهنگ‌ها بود. اینجا ابریشم میفروختن، اما فکر و فرهنگ رو رایگان با هم رد و بدل میکردن. تو دوران ترکمانان تبریز شده بود یه چهارراه جهانی که شرق و غرب رو به هم وصل میکرد. یعنی فقط کالا نبود ها، فکر و زبان و حتی موسیقی هم دست به دست میشد. تبریز 2 نقش مهم داشت، هم پایتخت اقتصادی آذربایجان، هم قلب فرهنگی جهان ترک اسلام. همین فضای چند زبانه و چند فرهنگی زندگی روزمره مردم رو شکل میداد. خب، قلب همه اینها بازار تبریز بود، یه جور دانشگاه زنده. میدونید بهش میگفتن شهر علم، تو هر گوشش یه بحث فرهنگی داغ بود. اینجا جایی بود که دانش تاجرها، دانشمندا و هنرمندای دنیا با هم ترکیب بشد. و این محیط فوق‌العاده مدیون حاکمان آینده‌نگر ترکمان بود. 2 حاکم مهم ترکمان، یعنی جهانشاه و اوزون حسن، هر کدوم یه سبک خاص خودشون رو داشتن. اوزون حسن خیلی هوشمندانه عمل کرد، از تجارت برای علم و از فرهنگ برای مشروعیت سیاسی. این میراث فرهنگی رو میشد تو تار و پود خود کالاها دید. واقعاً. مثلا صنعت نساجی رو ببینید، یه نمونه عالی از این ترکیب فرهنگی بود. جالب اینجاست که حتی زبان تجارتشون هم یه ترکیب از ترکی، فارسی و عربی بود. و این درس بزرگ تبریزه. تمدن وقتی شکوفا میشه که فرهنگ توی اقتصادش حل بشه. تو اون زمان که هنوز مرزهای ملی وجود نداشت، تبریز همه مرزهای فرهنگی رو شکسته بود. اینجا شرق و غرب فقط برای طلا جمع نمی شدن، برای تبادل معنا و اندیشه هم می اومدن. خب اگه امروز بخوایم دوباره جهانی بشیم، چه درسی میتونیم از مدل ترکمان‌ها بگیریم؟ من حسین علی محمدی هستم و خوشحال میشویم نظرات، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خودتان را با ما در میان بگذارید. کمک کنید صدای باریش سسی را به گوش دوستانتان برسانید. باریش سسی، سیزین سسینیز.